این پول حلال این از رهزنی و تازه دزدی بدتری هنوز. ولهذا نباید کسی بازخواهی بکنه. کسی که خدا را باور داره، کسی که دین اسلام را باور داره، کسی که محمد رسول الله را باور داره، کسی که اعتقاد به آخرت و قبر دارد، این آتشی برای قبره، این عذاب قبره. کسی که به بازخواهی میرود گروگانگیری میکنه که از مردم پول بگیره، ولذا حرامه. کسی که وسط میرود کار بکنه، وساطت بکنه و پول بگیره، او هم حرامه. ناجایز. این پول مردم از مجبوری خود میدهد. این حلال نمیشه برای هیچ کس. مال مردم به این صورت، به این صورت ها حلال. حتی به رشوه، کسان رشوه میگیرند، رشوه هم حرام قطعیه و ناجایزه. ولهذا اینها حرامن، اینا ناجایزن و اینا از دور جاهلیتن. اینا تکرار دور جاهلیت داری میشود در جامعه ما.